جریمه برای حجاب 7,500 сомонӣ бошад ёки доллар? шояд гӯш кунед. 7,500 сомонӣ агар бошад, ман норозӣ ҳастам. барое ки кам аст 7,500 сомонӣ ҷарима. агар доллар бошад, ман дастгирӣ мекунам. агар доллар бошад, ман дастгирӣ мекунам. مگر ما وکلان و زاغ سیاه بود امروز همون حیوانهای لوچ هوای زیباگی هوای مدنی منم از تو نمیترسم. من فقط یک جای ترس دارم و هم الله هست. بیار کتاب تخیر بیار من نشان ندادم اگر در روی من تو در رستوران کاسه طبق شوه در رستوران پول شوه در رستوران پرده شوه این بلند برداشتنی حقوقی زن او کدامش حساب؟ ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خان ملیسه هستی خواب برقرار هستی کسی که باشی والله پنجتی نمیتونم من تو مگر راضی هستی که دختر رو سینه هاش در کوچه دابت گردد؟ مگر راضی هستی دختر رو درانی پاش در کوچه تاخته گردد؟ و همین راضی علیکم بابایشان درباره سطر روشنی میانداختید زیرا در مجلس محله یک شخص فرمود که در بالای میز من قرآن با ترجمه هست در یگان جای او درباره سطر نیست و این زنها خودشان را مانند زاغ سیاه میکنند و این ملاها دیگر ما را فریب کرده نمیتوانند. خیلی تنقید کرد. التماس جواب گویید. اولش که من میخوام همه آدم در اینجا باشند مردانه خیز از پیش ما بیاد. ما به او جنگ نمیکنیم دست به گریبان نمیشه همچو یک بحثی علمی میکنیم. اما قرآنش بیارد نزد من او رو نشان دهیم از کدام سوره است در کدام آیت است ببیند اگر مسلمان باشد خودش خانده خودش حکم خوش برارد. دیگر اینکه برادرای عزیز این حکم سطر بیان کردنش این وظیفه شما رئیسای محله نیست. این وظیفه شما معلمای محله این وظیفه وارثای پیغمبر است. به خاطر یک قرآن ترجمه دار خواندن تو احکام اسلام نمیشناسی. علماها 50 سال و 60 سال کتاب بینی میکنن باز یک جای نماز کمبودیش جواب گفته نمیتونند. تو با یک قرآن ترجمه دار اسلام حقیقت با همه جزئیاتش یاد گرفتی؟ بیار جوانمر باشی من تو رو نشان دهم در کدام سورت و در کدام آیت است. گیر بیار قرآن خیز. امروز دموکراسی از تو نترس. من تو رو چی نمیگم. منم از تو نمیترسم. من فقط یک جای ترس دارم و هم الله هست. بیار کتاب تخیر بیار من نشان ندادم اگر در روی من توف کن. از خدا ترس. برای این گپ گفتم پیش ایشان داملا را گفت حضرت داملا در کجاست همه آیت حجاب به من نشان ده من خانم. این است مردی. وای زاغ سیاه نیست. وای مسلمان است. مگر مادر تو زاغ سیاه بود؟ مگر مامای تو زاغ سیاه بود؟ مگر ماما کلان زاغ سیاه بود؟ امروز همون حیوانهای لوچ هوای زیباگی هوای مدنیت مرگ به تو باری مسلمان مرگ بر تو باری مسلمان. با تو پیغمبری تو رو شاید 5-6 موسفید احمق جنازه میکردگیست. با کدام یگان ملای بی غیرت تو رو با جنازه میکردگیست. وای زاغ سیاه نیست. وای ایمان است. مگر راضی هستی که دختر رو سینه هاش در کوچه تابت گردد؟ مگر راضی هستی دختر رو درانی پاش در کوچه تاخته گردد؟ به همین راضی هستی؟ به جای که شما دخترها رو نصیحت کنید که بچه می حیا را همه دوست می‌دارد. تمام اشعارش کلاسیکای گذشته رو خوان درباره حیا سخن میگویند. مگر از خدا نمیترسیم؟ ما از تو نمیترسیم. دادر عزیز خان ملیسه هستی خواب برقرار هستی کسی که باشی والله پنجتی نمیکنم من تو را. وقتی که حقوق حق اسلام در گپ میزنی حکم اسلام در گپ میزنی تو قدر نداری برای ما. کسی که نباشی خواه معلم هستی خواه درکتر هستی تو مسلمان باشی مرد باشی خیلی کتاب تگیر بیار پیش من خوب به من روپرون نمیشی پیش داملا بیار همسایت هست. احکام اسلام شوخی ندارد. حضرت بیدین گفته بود ادبگاهی محبت نه شوخی بر نمیدارد. ما ملاها از پیش خود گپ زنیم بگه خدا زبانای ما را از حق با میکشد. آی دادر عزیز کسی که باشی خداوند اول توفیق دیاد اول خدا هدایت کنه برای راست اصلاح شه و الا خداوند جوان مرگت کنه. کسی هستی دادر عزیز ما از ترس خدا این سخنها رو با شما میرسانیم و الا برای من چه زور آمده است که گلو هم خسته شده چه زور آمده است که در پیش حکومتدارا خمای قدر سیاه کردیدم. من خدا مجبور دارد که به شما حکمش رسانم. اصول اختیار در تو از قبول کنی کن قبول نکنی ما تو رو مجبور نمیکنیم. این امر خداست. ما برای نمایش دهی نه برای شهرت نه برای خود. من از شهرت بیزار هستم. من از خود نمایی بیزار هستم. من از 50 پولی بیدادگی کنجه بیزار. من خدا هر نماز در مسجد چیستم آدم میرن زیارت میکنه حق میتیاد. من از خدا میدانم رزق من خدا میتیاد. من در رحم مادر بودم خدا من رزق داد. امروز من به رزق میگذارم. لیکن به خاطر خدا به من گفته یا ایها الرسول
بلغ ما انزل الیک. همین آیت در ترجمه خواندی؟ همین آیت خواندی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر و ای جانشینای پیغمبر حکم بده به بندگان و رسول. همین از روی عیسی کو خواندیده یا همیشه هم در قرآن نیست؟ مگر این آیت در قرآن نیست؟ یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این در قرآن نیست؟ و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی. این در قرآن نیست؟ تو کدام قرآن خواندی؟ یکم یهودی رو قرآنش خواندی یا یکم بیبلی خواندی؟ شرمنده با مسلمان میگیرد خودش، با مسلمان میگیرد. پگه پیش خدا میری گفتی ازبک بارگندن کیز کرسیز، ببینی تو هم میری منم میرم. همون روز خداوند اگر من در محکمه سودش خیزانه، من تو رو که الان نمیشناسم کی هستی، یکم بزدل هستی ایجاد نمیخیزی، اگر در اینجا بخشینگی نباشی میلش، من همون روز در پیشگاه خدا بالای تو دعوا میکنم. والله خدا شاهد باش، من بالای این سگی لعین دعوا میکنم پیشگاه تو در محکمه سودی خدا.